علیکم السلام. میشه خدورش کرد. شما پرسیم اما خوبه. اینترنت. کرج. وای فای. اینترنت. Отключить. خب الحمدلله همه خوبه. خودت خوبه؟ سلامتی و کار و برا همه خوبه. خب مجان میدیا. خب اکانت گوگل. سمونیتی اکانت. تورچسکای استودیا. خب اکانت گوگل. واشیانی на یوتیوب. سمونیتی اکانت. خب ترانسلیت. یا خب سلام علیکم برادرای نو در آمدگی. یا برگشت سلام علیکم افروی نو درومن همه افیری ما آواز میوی خیل یگون خنمه چسبه همی افیر.
علیکم السلام. علیکم السلام برات. علیکم. تشکلش وجوده قطیه کجویا آمده بودیم کجا نفهمیدم. نه زبان روسی را نمیدونم. ریانا الحمدلله همه خوبه. زبان روسی را میفهمم نه که گپ زده نمیتونم. شنبه با ترکیه نمیدونم خیلی جایه بسی بودم به دوست سمرد ما نمیدونم خیلی. خب السلام علیکم اکی بولجان سوزی تینجی. علیکم سلام اکی عثمان سوزی خوبی است سلامتی و خوبه اکا. ما گفتم هیچ چند اول افیر بدرم با فکرم هیچ کنسته که بده ای وقت دادم بدور. خب همین آدم های نودروماگی کو یک تای لایک مونه کو یک کو بینیم چند نفر لایک میمونه. نومره واتساپ هم در همی کانال ما هسته برات. همی کانال هم در بدروی بولو را نگاه کلی همون چی بابو جون میدیه بدرو واتساپ همون جا هست. گلاونی همی یوتیوب هم ده واتساپ هم هست. جایی که سیلکه کانال میمونی کو همون جا بدرو برات. انا سیلکه واتساپ موندگیه که همون در میدروی پیام خودش میدروی ادرین واتساپ می نویسونی. با اوجا نومیروم هم نوشتگی های. نه یک تا لایک های خیلی خیره. اکیم یه بر سخن که خیلی کدوم مون میمونه نمون توکلش با خدا سهر لایک گفته میشینم کدومی بمونه میمونه نمونه توکلش با خدا. Короче, Москва, не Сочи. نمیدونم ندیدم. بالای همه اکران تلفن در دو بار همی خیلی تیز بزد دو بار لایک میشه و اگر خیلی نشوه این بالا را نگاه که انا 3 نقطه هم در مجیقی و جنشان میتمید مجیقی این خیلی کدوم میتمید فورا میمونه نه فورا توکلت با خدا کروچی همه اکران نه دو بار میزنی تمام لایک مگه با قبل لایک ای خدایش برونت اونا سه دونه شینا میدونم ای خدا بد تمام این لایک تو گرفتون کروچی.
از بما یا بار نشون بتون نگاه کنین کروچی اینا مثلا از بچخه بمونیم ما شکت برات از نومرو را پرسیدی کو اینا مثلا از ما مدروم بینینا خب بابو جون مدیا این ایجا مدروی اینا می کانالی ما های برات اینا کانالی ما های انا می جرا نگاه که اشو که گیه کو یا اشو دا بدرو این ایجا دا انا ایشو یک سیلکه موندگی ای دیم کانال یوتیوب مای میتونی همیجا بدروی ایجا خوش آمدید به کانال بابو جان مدیا کروچی فکری خدمه نویسندگیم انا این ایجا دا دیم کانال یوتیوب مای انا میجا دا واتساپ مای نه این همیجا وقتی که تلفنت قطعی میدرو این همیجا دا برات چی میکنی این همیجا دا واتساپ هم سیلکش موندگی وقتی نمیده جخیدی خودش پریام درین واتساپ هم میدرویا اگر ایده بجخی دیم کانال میدرویا کوبه دیم کانال یا بر خبر بگیریم چیگه پای این دیم کانال خوب 405 پادپیسچیک 15 تا ویدیو دستگیری شما پیشروی ما خیلی جو قدر پیشروی نمیکنیم اوپش پرسموترم 66748 خب 405 پادپیسچیک 15 تا ویدیو 10 تا ریویز چند مای 30 ایولی 2024 خب انا اوپشی پرسموتری ای کانال آوازی میبینیم اوپشی پرسموتر خب 23600 تا پادپیسچیک 248 تا ویدیو 6,608,828 نفر اوپشی دیده قریب 7 میلیون آدم داتا چیش کرد چیزلای با قیدگیریش 9 دکبر 2020 خب اینجا کانال پادلیت سمکنی با یگون کسی دیگره خب دایش هاوی هم بیدول بدای کو ایمانویل رحمان کروچی برای رکلاما و همکاری این جمعی اینا نومیروم همه جدا پرای کروچی این جمعی هست اینا برات این جمعی هست خب ایجا دامنی هست اینا ایجا پریام واتساپ میدروی ایجا دیم کانالم خب این همی جانی مایده نویسندگی اینا بابو جون مدیا تاجیکستان با پیش خب بعد نومروم انا کروچ این ویدیو اینا پارتوفتگی مای ویدیویی که همی این 3 ساعت پیش پارتوفتمش 141 نفر دیده اوجه این 673,000 آدم تا 1 میلیون آدم کروچی خب باز بیره ای طرف کنیم این ویدیو را قریب 1 میلیون آدم دیده انا ای ویدیو جوی کورای خب این ویدیو را مانده بودیم این تلفن را چی بازار یاد نگرفت چی با خیره ای الله شکرانت کروچ خب ماجدی کلابی
video translate. علیکم سلام. الحمدلله برات. خودت خوبی؟ سلامتی خوبه؟ برای رکلام و همکاری با ما همراه شوید تا یک جای معجزه ها را به واقعیت تبدیل دهیم. خوش آمدید به کانال بابا جان میدیا. اینجا آواز آنهایی شنیده می شوند که در آرزوی امید هستند. ما به بیماران و نیازمندان کمک می‌رسانیم تا دردهاشون کمتر و زندگیشون روشن‌تر شود. هر سهم شما یک لبخند از امید در دل آنها. با ما همراه شوید تا یک جای معجزه ها را به واقعیت تبدیل دهیم. خرشو. خدا جونش کند. خاک جواست. دالشی چاق کنیم. چاق. خب نفرای نو در آمدگی همه کسا خوبه. تلفن زریاد نگیره. الله. علیکم السلام. الحمدلله. خودت خوبی برات؟ Хороший человек. Ты хороший человек.
خدا را شکر گشتم اومده مایده ای پای کار بور زندگی گشتیم برات. انشاءالله که پگه روز رو دیخیای تو بگیره که رو چی خونه ده انشاءالله یکی الله روز باشه پگه با یکی فیرمه درویم طرفای ترکیه ده کبرات با همونجای کاری پیشینم اومدم همونجا ده ای بکاری را از به ای بکاری را اینه حال با همونجا ده مفهیم یکمون شیخ پیدا میشه میگه ای او بولای او دام کشته سه او بولای ای بکاری را کرو چی نه اوهو یه زیوتا ای امره خیلی های گجا گرفتی اوه مردی افتما تابتی الحمدلله کرم خوبه برات یعنی جمیده ایستم ای پای رزق روزی یعنی خانه ده دم گرفته ایستم پگه روزی استراحتیه انشاءالله روزی دوشنبه با ای قفوی کار با ای قفوی زندگی اوهو وای میکشنم ای هرچی و مرد دو نفرش مرد همه آدم که بیکار شید بعد علیکم السلام خدا را شکر برات این همی خانه دایم بیکار شدیم این همی جا این همی کار بورینه آدم های نودرومگی هم خوبه دیگه خدا را شکر که همی آزیرو بگیم آدم های چی نمیدروید همی پروندن میبخده آدم های خیلی گپوی به زمین نوشتگی ندروم ایسته خیلی شید خدا که هیچ وقت ندروید من همی کدومش گپی بیزه و قرآن تای خانواده میکنم من یگم گپ لیشنشم میدونم که قرآن در خود شکل میروه هم جاش دم میگیرم زبلوکش میکنم تمام زتو چی میگن کانال یوتیوب و مایمون سرتوز هم میشوه این خیلی که بعضی آدم های هست که میگه ای گناه
اگه گنو را میدونه گنو چه خودش 69 ساعت گنو میکنه نکی جایان همون نصیحت میکنه ای کنتر گنو ای کنتر گنو ای میگوی که اکمو و حرم ای علول گنو را ای سو فرق نکنیم گاب نه زنده باشی برات خدا خدا نگهبان باشه من همینجا کامنت های همه تا خونده سم به پرو کامنت های همه تون ما خونده سم همه تا جواب میتون انشاءالله bez problem yo не туда попали این маньяк چه ای الله ای بیا خوبش خیلی اچسکش کنم چومت نمیگیره را یا برگه نفرهایی که نه درومه یا برگه شما دارم سلام علیکم همه کسا خوبین تینجین نفرهایی که نه درومه دیم علیکم سلام برات خدا را شکر خودت خوبی خدا را شکر مایده جمله سن خوبه کرو علیکم السلام الحمدلله برات کراچی استانبول رفتم برای ریشم قپیدن رفتم کدن ریشم گرفتم نه والله قسم ایجا ما مسکوه دا این خیل بود برات کی چه خیل بگم ما یکمش کی گفته بودم که هیچ وقت دو طرف نمیرم مسکوه هیچ وقت نمیرم انا نک خیلی یک چه خیلی شید رفتیم دمو ایستاده ما دا عموما زیق نمیشم عموما امی الحمدلله خانواده تینجا یگون پرابلم نیست ما یگون مایده جزیق نمیشم گرچنده خودم تا قیاد توجیگ مایم همه ترکای نه که والله ما پروا ندارم خدا را شکر جایی چی کم نیستم رنگ همه وطن خودم میگردم یگون کس مرا کار نداره آج زدم کراچی به یگون حجت یگون چی خطی ندارم که جایش بفورا میرم همون چی خیلی وطن خودم دارم همون خیلی چی با برای ریش؟ شوخی میکنم هیچ که برای ریشی چی نگفته پروست ای روز ریشم بلندی بعد چی بود گفتم کجا بگیریم کم تا خودم نبایی اشتر کنه ریش ما پانی گرفتم یه روز توزه که انشاءالله که با اینول میدوام بخیر انشاءالله با میدوام چی با رفتی ترکیه کورکنی اومده میجا ترکیه ممکن نیست چی ریشو نه ایجا این ای قدر بمون پرابلم نیست پروست ما خودم گرفتم شوخی میکنم چون میشه که ما نوع همدانی اول ای تاجیکستان جان بعد ای نوع همدانی چانس ما یوجا که ولی کراچی $500 بالا تا 1200 هم خیلی است وابسته ای کارای ساعت کاری و همیشه وابسته ای کارای ده ما کم ای وقت ریش ما بگیم کانتوف که قطی میگردم دارم ماشینکه دارم خودم کانتوف کش میزنم چه خیلی که پرگمه خیلی میزنم همون خیلی خودم میزنم پروست همی روز یک کانتوف کش زدم چود که اومده دیدم که
کمتر به ترتیب شده بلندی بد شده گرفتم گفتم پونی نول بگیرمش با انشاءالله که میدوه بارشی نو بدوه دیگه بود انشاءالله میرم کی میره وطن انشاءالله بخواستی الان والله قسم بریش مترم چی مترم کی میره وطن خیلی که الله کی که روزی باشه شاید 1 سال زیاد بستم برای که یگان کار کنم اقلا یگان участка بگیرم بعد بو میرم دام میگیرم طرف قطر میرم با خواست الله قطر دا بو یگان 1 سال که گای بستیم کار کنیم با یگان خونه کدن در کار همون شبکت علیش کن شخه من نمیدونم شخه بچه یا که دختر نمیدونم آخی برادر جان این چیست پدزکست این فقط در افیرکنی و نمتری حالتهای را من میدوزم کپکره گفت خودت شبکره یا هم پدزکست فقط برای افیرکنی ویدیوکنی برای جان برای خانه دا پوشیدم برای کار دا پوشیدم اونجا با عدل نه کپکه دارم ما بسیاری وقت کپکه قطی میگردم اگه این خانه دا چی در کره همی کپکه می پروست زکستنای برای همی ایمنه برای همه افیرکنی ویدیو کنی گرفتم برات و زیرا ما بگیرم دیگه چی در کره همه نمیکردم و خوبه توجیکو رو داکومنت نمیکنم نه ایجا شرط داکومنت کدنه ما ویزای توریستی قطعی اومدگیم وقتی با ویزای توریستی بیا یگان همون دوجات نمیتنیجا کروچی میگردی چی خیلی بفوره بعد رفتن و شتراف میکنن شتراف میسپوری نه ما خدا را شکر راستی دیپورت چیدگی نیستم به پرابلم بروماگیم یگان دیپورت پیپورت چی نکدگیم اوز بو میتونم اینجا پریام بپرم برم یگان چی نیست اینجا تمام این همودی کار است فابریکه هم است تکستیل هم است چی کاری بگوی است تمام این همودی کاری دنیا است سلام گرم زنده باش اکای کمرون یوتیوب کار کنم چی خیلی نفهمی یوتیوب قطعی کار کنم نمیشه در توجستان برو طرف چی خیلی میره اکای ویزا قطعی ویزا میگیری ویزا قطعی میاد کاروچی ویزای کاری هم هسته ویزای توریستی هم هسته برای ویزای کاری باید در ترکیه یگان کارخونه پریگلشن یعنی دعوتنامه رو ایتون بکنن خب ویزای توریستی شده در نامت شاتوی میکنی $3000 بگیم 30,000 سومون تاجیکی شاتوی میکنی خب بعد کاروچی اگه کار داره وقتی سر ما گرنگ شی خیلی داودا کن امی چیزا تا جمع گیر که امی سپورت جوی ویز داده 1 هفته ده جوابش میاد اکوش نصیب تقدیر تا که ها میاد یا نه اوش الله خودش خب بیزنس نمیشه و در تاجیکستان هم میتونستیم یکون اینترنت مگزین پیش برم خیلی کوی جا کار کنیم که چی گپ میشه و الله خودش خب خیلی که دنیا همی عبرت تو میرم ها که بگونه پروست ایجا ما آمدگی هم مثال شناس هم بسیار داشتم برای زنکا کار هسته پر زنکای تاجیک دخترای تاجیک زیاد اینه که همش استانبول در ما استانبول راست دیگه 150 چند کیلومتر دورم کراچی چند بگیم قریب 200 کیلومتر ما استانبول دورم کراچی قریبی سرحدی چی دایم بلغاریا و گریتسیا را بدونین همون طرف دایم دولت قطیمون سرحد داره اینجا همین تریتوری ما دا یک چند تا تاجیک بوده اون روز ما رفتم یاد برادر را دیدم
میگه اینجا بسیار همین شهر در تاجیکا بسیار اینه که من یکم بار ندیدمشون. هوا خنوکه نه هواش نه دروغو نشم روز چی دیو 3 روز چی همین 3 روز پیش کراچی به حدی بد خنک بود. اگه برف کنه بود نه که میگوی در چی در سیبیری با خدا به حد خنک بود نه که الحمدلله در این خونه ما عرق میکنی به حد گرمه جای کارم همونی تای فوتبال کنم به استینم گرمی میشم که در جای کار بگم که خدا را شکر سوز جای کار خونه گرمه نه که بیرون خنک بود نه 3 روز چید که رنگ افتابی تابستان میکنه به خدا چند ساعت کار میکنی اکا ما 8 ساعت جای کار ما 8 ساعت های. سلام علیکم. علیکم سلام برات. اک خدا را شکر که جای کاری ما سوز گرم فوقت بک سیفیدین تاجیکه ها سوزی برات خدا را شکر. کدوم اومدی خدا همون کراچی همون براتی یا که دیگه اومد خیلی خیلی شفا داره همون کدوم اومدی بوشه آمد برادر اینوخی اینجا براتی گه هسته واتساپ ده اک خدا ای واتساپی ما подписчико короче беҳад бисёре ки ватсап да менависунанд қатъимон доимо связан ай любой ҷо ҳаст ай германия ҳам ҳаст ай южни корея ай қатар ай любой ҷо ҳаст ай бародаро ки просто подписчикан ҳам як связда мебироянд ай тарафи полша ай ҳамаи ҷо ҳаст короче связда як мебироя аҳволпурсӣ мекунанд. من فکر کنم برادری خیلی همتون برادر این چی فرق داره کدومش فامیلیا بوی دفش و خواب کن رامیل گم نیست براجان زنده باش نومرو در همی گلانی واتساپ بین برد همونجا هست. نامم بابا جان ای براد بابا جان رامیل زنده باشی براد. همی کدمی نخواهم را هم تماشا کردن من یگان زید نیستم خیلی یوتیوب های من یگان کسیم خفه نیستم کدمی اقورت میکنه نمیکنه الله دم سپارم. من یگان کس یگان گپی بیزه بام نمیگم یگان گپی بیزه بام ندارم نه خانواده‌اش در کار دارم برای خانواده یگان گناه ندارم من یگان کس در کار ندارم هم کدومی گپی بیزه میگه من کارش ندارم گفتی گپا که الله خودش من دختایم خیلی چیفر داره اپا جان بچه این دخته این خدا نگه بوند باشه فر نداره دخته و بچه هر کسی نباشه خدا نگه بونش. علیکم سلام علیکم. همین یک چیزه ده از همین یوتیوب خودش یک چیزیه که بگذاری نه یک کس مرا اینجا حقارت نویسون من این حقارت میکنم ای مادر تا فلان پدر تا فلان خواهر تا فلان مثال یکان خانواده‌اش حقارت میکنم تا هم ویدیو را کانال مدل نکنم هم ویدیو میسته بعد یکان سال پس همون چیز خودم میبینم اکوز بچه یوشو مثال یک خطا اداره کنم میتونی حقارت میکنی یکان سالو میگذره کمتر زندگی را میبینی عقلت با خشروب پرتر میشوه و الله خسام همون را میبینی خودت شرم میکنی میگوی خب من به عقل بدم نوار حقارت میکنم برای من کوشش میکنم همین کار ایهازی نکنم که پگه پشیمان نشم. مثلا مرا خانواده ما وقتی حقارت میکنه او هیچ وقت خانواده ما در نمی حقارتش
اما аккурати кадааст бо гашта дар худаш меравад. айма фақат амиқа гап ки зинда бошӣ тамом ягон гап нест. медонам ки аккурат дар худаш меравад, ягон таъсир намекунад. алло нигаҳбон боша, зинда бош. гап нест, зинда бошӣ. фурқатбек сайфи, худованд нигаҳбонат. ман барои алло ҳамата дӯст медорам, ҳамата. алло هیچ که نمیدونه کی میدونه که این تا همی سحر شیدن من زنده هستم یا نه، هیچ که ایره نمیدونه. ممکن همی سحر میشوه یگون چی میگن یگون بلاگر میبروره که با وجود میدی همی سال فلان شید خیل شید خطان ایران میشه میگه این همی بگه در ایفیر بود فلان آدم اقورت که این ایتری کرد. این آدم هیچ وقت خودش در گرانتی دوده نمیتونه که پگه هستم یا نه. برای همه گفتی گپا کدام چیزی میگه به الله میسپاریمش، دهن از سکاچ میکنه میگردیم تمام. سلام علیکم برات. علیکم سلام علیکم. o'zbekcha kam bilaman, lekin yaxshi bilmayman o'zbekcha. اما چه مشکل شناختی دلار حبیبالله عبدالله نه که رستیگر هر وقت این ولی هر وقت نه خک همه وقت خودم باید برای مردن تیار باشه. همه وقت باید تیار باشید. کی میدونه خیلی خدا را شکر همه خوبه برات. فرقتبک سیفیدین و من به خط ترکی گپ زنم که چی را نه ازبکی را گپ زدن، ازبکی را میفهمم بلامم، نه کی گپ زدن نمیتونم راستی گپ. Ben anamıyorum burada, ne yazıyorsun anamıyorum valla. Ne istiyorsun ben hiç anamıyorum sana. Tılgı ama düşman kagir akatiş kapar. نه برات ما گپ زدن در مو آدمی که حقارت میکنه والله بیلوی تا الله قسم میگم ما یکمش که ما الله میترسم. من اگر بدونم کورچاقت کلام میگیرم ما یگون بنده روی دنیا نمیترسم. یکمش ما الله میترسم. گپ داوش نیست برات. اما کدومی که حقارت میکنه مرد بچه باشه همه وقت واتساپی من نویسندگی زنگ بزنه خیلی میدونم که بعضیش جرأت هم نمیکنه که رو پرو قطعی گپ بزنه. مقصد واتساپ دا بگه برای سبب حقارت چه بگه که چی دمره با چی سبب مرا حقارت داره. من یگون کاروی بیزه میکنم در همین یوتیوبم یگون خطاگی ما بگم میگم گپ نیست برات تا حقی برای حقارت کردید. نه که میدونم 100% که ما بگنایم خودش پروست همین خیلی فعلش همیه حقارت میکنه. ما بدونم مرد بچه باشه ما واتساپ ما زنگ بزنه درون حقارت کنه ما سبب شه بپرسم چی با حقارت میکنه. نه که خیلی مرد بچه نمیشن بعضیش هم پروست کامنت هم مینویسن. نه که گفتی گپا ما با الله میسپارمش
گپ دامی که میدونم که اخورت ما در هیچ وقت یگان چی نمیکنه. اخورت در خودش میره خانواده خودش. برای همین میگم یگان اخورت میکگیره کار نگیرم برات. توکلشون با الله. دوستم شو کابزیم قطعی عبدالقدوس عبدالله. فهمو برات. کروچی اوش آمد از زنگ زبدیان برای ویدیو گفته بدین تغری برات میخیل نگوشد گرم نیست اکه عثمان جان زنده باش خداوند شما را نگهدار. بله هر شب از ذاتی از این خطی هیچ کس نمیدونه کیه در کنش نه. من از یک جا میدونم شاید که همیشه نوبتی ما باشه. هیچ کنه میدونم. شاید که من همین خوبی رفتگیم همین خوبی دویمی باشه. که الله خودش میدونه. برای همین کاری کردن در کارای گفتی گپا پگه با گندگی یادت نکنن. اکی یک چیزایی که من یه فیلم در نمیدونم شاید شما دیگه نفره بودن من نمیدونم. یک چیز ما گفته بودم که نگه کنین بعضی نفرهای هسته که مثلا میگیرین در سوی بلوگری فرق نداره بگذار بلوگر هم نباشه در قد کوچه میبینیش تیلو انسان به حد انسان خوبه نه که او را بفهمید در درین خونه شون ایو در آدمی نمیشیدنی نیست. با نفری است که خونه در انسان خوبه در برن فعلش بزده. برای همین آدم باید در همه جو چی در خونه چی بیرون خونه در کوچه چی در بین اویلا بگذار در سوهای بلوگری شد در سوهای دیگه کارهایی که میکنی همه جو در باید یک فعل مثال داشته باشه. پیش مردم او میگن که کوچه خاندان خونه گریان میگن خیلی یک چی است که انسان همه جو در باید یک خاراکتر داشته باشه. لیش نما حرکت میکنم در همه جو نمی یک خاراکترم باشه. در همه جو فعلی بد داشته باشم значи همه جو در بد. خوب داشته باشم значи همه جو در خوب. بعد خط در ویدیوات آدم خوب بگیری یا اینکه در کوچه انسان خوب بگیری نه که خونگیاتون ایسک در شومت ببینن بعد پیش خونگیاتون در یک کس بگه اینه بچه خوبه بعد بطه دیلش بگه خاکه. برای همین آدم به خدا قسم که همه جو در همین پگه مردی نگن که خیلی چی میگن خست کم جوان پاک میگن یک مطل است. بعدی که مردی یک کس نیم کس هم گفتی گپا زیغ شوه در حقت هم دعا کنن. بله نه که الله خودش گفتی گپا نه براد ما میگم که توکلشون به خدا کدام هیچ چیزی میگه نمیگه. نه راست شب بگم اول ده نمیدونم امی افیر میکردم بسیار بود امی آدمایی که راست شب بگم اقرات خانواده اقرات میکرد خیلی بوی کس بگیم کم تر عصبش چی میشه و خیلی کنش نه پدر مادر این همی جواز چند کس اینا بگیریم 39 نفر از هیچ که ایجا نمیگه که من پدر مادر ما بد میبینم. همه دوست میداره خانوادهش همه دوست میداره برای همه عزیزه. نمی گفتی گپا و یک کم تا سر چی میشه نه که میگم توکلش به خدا و خانواده مرا نه خانواده خچه حقوره داره. گفتی گپا که به خدا میسپاریمش تمام دیگه او را گفتی گپا در تلفن ای پیش نیست که اگون تاش بزنید زمین در دراز بکشه در پیش نیست. باز ما حقورت میکنم او بروی خدمه پاس میکنم نه اینکه ای را درست او بروی خدمه پاس میکنم.
انا میشه نمیدونم خیلی در وقت افیر کردن بود دیگه نفرم پیوست میکنی روز شب بگو من خیلی را نمیتونم همین روز دیگه من همین قشنگ میدونم افیر یعنی خیلی سر میتی گپ میزنی دیگه نه تری چیزو شما نمیفهم چه خیلی آدم کش میکنی دباوید میکنی همیشه من روز شب بگم صرفا نمیرم چه خیلی چی میکنی ای الله یا الله گلبهار کی این من نمیدونم همی گلبهار این با کدام زبان نویسم دوستای من نفهمیدم با خدا نه ای خیلی گفتی گپو که من یه وقت میگفتم که ولی برم ترکیه چی میکنم دیگه فقط بلوگری میکنم اینجا اومم یا برا دیگه ویدیو کنیم همینی چی شید دیر ویدیو میکنم نمیدونم چی باید خیلی اگه وقت میوم نمیوم نه میوم وقت نمیدونم با خدا قدر همین قمیگون برام همو شهری که هستیم خیلی کوچه های باریک دارن فقط خیلی کتال میگن چی میگن همین کوچگی کروچی هم خیلی هن سرنشبی روانه چی هن تن کوچه هن ادنسرانی میگن یک طرفه ماشین میروه میگم همونجور یک نوار کنم در کانالم پرتم میلیون برای میرم با خدا با یاد میزنم میگم ای خیلی دفعه دیگه میکنم چون تا او قزیق نمیتوزی رو ویدیو کنی ای بزدیلو را گفتی گپا که نه اکازی خدا را هزار بار شکر چی نیست چی میگن حقورت میکگی و دمو نمیدره خدا را هزار بار شکر و زیرا ندارم ایستایه پیش وقت میدرومد همین کدومش اگون گپی بزه میگفت دلوبوی کمین زبلوکش میکدم به یگون حقورت به یگون چی پروست زبلوکش میکنم که همین مصری همین درین یوتیوبم توزه شود تمام خدا را شکر خیلی توزه شدگه هی در پیش بابای اردگان تی پیش بابای اردگانم دایم رجب طیب اردگان benim دوستم Recep Tayyip Erdoğan çok iyi insan. Adam, insan. Salam. Abubakar Bubuy. Aleyküm salam. Kızıdaşlarına ufusuk münafıklar. Kanışna brat. خیلی بیست فکر که کی باز زمین دمای خودمون همین دهانش قطعی که میگه الحمدلله مسلمانم یا میگه که الله اکبر میگه مثال بو با دهان همون دهانش بو میگه مادر تفلان پدر تفلان اینه بعد کجا او مسلمانی او ایو گفتی گپا چی او چی کفیر هر دشیاد ما فکر میکنم بین همین تاجیکای خون در حقارت به حد زیاد این بچه یا شوزیره این همین مثال نه مکتب بود کگی و طلبوی مکتب هم سینفی نه ده یوزده هم خیلی یاشی و شکم از زیادی باید شدگه حقارت که بین خچون ای فلانی و چه تا فلان گفته شوخی کمه خندن فکر میکنه چند گپ خوب گفتم ای ما چه تا فلان کنم نمیدونه که آخی دنها یا الله بمرا این پروسه به عقلیه روز به روز هم تا جامعه خراب شده رفتن میگیره
بو باینشون دسته بچه‌ای که بچه با کلای با عقلای قطعی او امروش تری گپو نمیگه، عموما خیلی گپو اخورت چی نمیکنه، فکر میکنه چند گپ خوب گفتم و کار خوب کردم با خودش میخنده برای کارش. خب مسلمان نیستن کنش نه برادر نام چیه؟ نامم بابا جون عبرت. السلام علیکم به همه بچه توجیستان. علیکم سلام برات. توجیستان 60% جواناش دختر و بچهش گمراه و مفکرانه خیلیش کفش دیالا. خیلی خدا هم را هدایت کنه. بعضی همی شروع که بگیم اگه من خودم عمال یو شما کنه و 27 دایم قریب 28 در هفته استم نه که ایمه در نتیه اشترکه و الله قسم میبینم میگم اویندهش چی میشوه که الله دونای که او اوینده میلاد مونه. اگه ما هم اوینده میلاد هم الحمدلله با او بعدی ما بگیم وانه که خیلی نمیدونم که خدا هم چونه که رای روز هدایت کنه. خیلی چیه میکنم علیکم السلام سلام علیکم السلام برات. برادر جان ما اولش وطن عزیزمون تاجیکستان جانم بعد اینای همدانی برات. خب در ترکیه چیکار میکنی؟ ترکیه در یک فیرما در کار کردم برات. او روز یا ویدیو پارت افتم اینمی bayrak ترکیه در ایجا زدگی های پیش همی بگیم آفیسم در جای ویدیو تیار کنی و چیم در ویدیو همی bayrak ترکیه همی توفت یک کس نویسونده که البته خیلی به عقل به سواد خیلی نویسونده کراچی ممبری دبر هم bayrak تاجیکستان همونی یکمش که ما اینجا bayrak تاجیکستان ندارم اوزی دیمش که آخی بگو کاری تو چی مرا بفوره را میمونم نفورم نمیمونم تو دا آخی من حیران میشم. همین مردم میخون بازش من نمیدونم با کدام تریتوریش فکر میکنم من حیرانم خیلی نمیجا موندگی همی bayrak چکو میکنم گفتی گپو که همی هم الحمدلله رنگ خم مسلمان رنگ خم آدمان یا هم این bayrak ما را میگیرن یکون ویدیو میکنن یکون صورت میگیرن بعد یا هم دیگه چیوشون بنویسن چی با تو bayrak تاجیکستان گرفتی این خیلی نیستن کو. بعضی مردم میخون زیادی بعد بخیل هم بنام یا الله به حدی بعد نه که اهمیت چونه میتونم پروسه که هم یک کمن شدم تو به عقلی گفته چی خیلی همون را دجه نمیدونه bayrak ترکیه با خدا همی خیلی کورسوو دیگه که کودک مایده را دمی تاجیکستان بپرس بگو هم bayrak کجای میگه ترکیه میگه همون bayrak کجای هسته میگه همون را میبری در برش bayrak تاجیکستان همونی تو به سواد اول اولی همون با فکرم bayrak تاجیکستان هموندگی باشه هم bayrak تاجیکستان همون که نشناسه یعنی همون تو پایه با فکرم.
ای خیلی همه ملتگرایی میگن کو ملت چیگی میکنن ای ما تاجیک ما ازبک ما نمتری ما اینمی که جویم هر که چی میکنن ما همیت دودگیم همی زیادتر در دولت های مسلمانی های ازبکستان دنی هست ملت چیگی قرغیزستان دا هست تاجیکستان دا هست در جمعی ترکیه دنی هست نه که الحمدلله تا این روزه مرا یگان ترک بگیم که ملت چیگی جدام کدگی نیست لوبای چی بخدام را حرمت میکنه میگه که تا هیچ وقت نگو یا تاجیک ما تو قیم تا هیچ که هم یک ملتیم گنده دل برداری میکنه ولو یگان چی مرا نورمتی کنه میکنه الحمدلله باینشون در تاجیکم بگیم ای کلان تا خودش همش حرمت میکنن نه که هست سه نفرایش که مثال ملت چیگی کنن همین چیزا در دولت های مسلمانی زیادتر ما فکر میکنم طرف اروپایی پولشا گرمانیا میره والله قسم یگان زاد کار نداره که انا روسیه دانی به حدی بعد ملتچگی روی میلیونای من دمو ایستادم همونجا فهمیدم خیلی دموی 10-15 سال شده همونجا خچون خش رو میدونن که با ایوود ملت پرست نیسته نه که طرف نه اروپا میره هیچ کار نداره تو کی تو چی مقصد ملتی تو چی کار میکنی خیلی نفهمید ابوبکر رفیع نفهمید میگه برادر بعد ایکجو مرا در نظر دوری ایکجویم من در دو bayrak دارم bayrak شهادت چپنده تاجیکستان زنده باشی برادر خب در اینجا ساعت 10:53 کراچی 7 کم 11 تاجیکستان تاجیکا 20 نفر باشن وین خودشان نهیه پرستی میمون کنش نه بخدو اوی بود دیگه دولت ها قطعی شکنن بخیره بعضی همی تاجیکای خیلی هسته که میگه که ای ما ای فلان جویم اگر چی فرد رو همون بدخشانشم سوغدشم خطلانشم همش تاجیکستان های همه تاجیکه درسته پریدورو که بازش میگه ای من هم اکی جوگیم ای من هم اکی جوگیم هممون تاجیکیم هممون یک وطنیم همیا برای پیشین هم تای ملتگراییمون اخمق شیدیم بسته با فکرم برای همه هیچ وقت برادرها همه هیچ وقت نگین که ما فلان رایونم ما فلان ولایتم هممون خدا را شکر تاجیکیم انشالله که ملت تاجیک همه وقت سربلنده همه وقت انشالله با پیش همه وقت نه برادر یه اپای این اپای وانج بده این برادر همه وانجی همش تاجیکه وانجه یزگلومای دروازه خروغه فر نداره هممون برادریم هممون هموطنیم و یک وطنیم برادر ما زنده باشی برات همین نفری که در یک وطن یا با چی میگن با قطعه جدا میکنه تاجیکستان با گفت خودش با ملت جدا میکنه والله قسم و ای سگ در پسته سگ با قدره که یک فایدهش هست خونه را نگاه بین میکنه او ای یه مصری که میبری میپرتویش ایامو دانی پسته بنامی الله یا نیک توی خیلی آدمی که
خچه میگم های نمیکی جویم همه توجیک های همه سلام علیکم سلام برات علیکم خدمت خالد بین ولید چه خیلی نفهمیدم راجون یگان خدمت ای الله مهربون ای الله نباشه همی یوتیوب ما در یگان درآمد هم نداره یگان چی گفتی گپا همی یگان اپا بسیار خواهش میکنه یگان نوار خیریویش میکنیم میپرتویم یگان سمجم میشه یگان نونپلیش دادش این همی یگان قزیق بشن همی فیر میکنم قطعی برادر کانتر هم صحبت میشم با خیلی وقتم خوش میشه با خدا اگه میتونم که همی یوتیوب همون من پیش نبرم ای پای زندگیم شم خوبیش همیه که زیغ نمیشه همی فیر میکنی قطعی برادر یک چور تا چق میکنی خوب برادر چی را اتوید ندم برات یگان یردان در خود جای کار جای خواب جای دانگیره نه براجان الحمدلله هم گفتی گپا 100% انشاءالله که یگان کمونده نیست جای خوب جای کار همش الحمدلله هست майда майда пай меҳнати ҳалол ризқи рӯзии аллоҳдодагимон гилани саломатӣ боша брат ма ки як чизе ки фикри ҳар кас агар ҳами группада чанд нафара 48 нафар ина худ ман ҳисоб мекунам ба ма 49 нафар бигзор 50 нафар инҷа 50 та характерай ҳар кас характери хича дора ма ба фикр ақида ҳеҷ кас кор надорам фикри ма ин ҳамияе ки ин болои экрани ма да мебинен инҷа душанбеҷонай ҷигари намо тоҷикистонай ма намедонам ки чӣ фикр дора ки чӣ мега намега ма кор надорам ма тоҷикистона ин ҳамиҷамда ма ранги падару модарам дӯстш медорам дар куҷое бошам дар фикри ватанам ҳастам худо соҳ саломат бо барам ба ҳамон ватана чӣ камбудӣ боша чизе боша ба хости аллои меҳрубон боварӣ дорам ки ҳамаш хуб мешавад тоҷикистонам та ранги тири снайпер пеш рафта ма фикр мекунам худо ҳами хел пеш рафтан бигира иншаалло ба ҳами дери нагузашта иншаалло ки тоҷикистонам та ба қуллаҳои баланд меравад фақат сабр ҳамаш сабр иншаалло ки ояндаи тоҷикистон хуба иншаалло ки ҳами гилани ватанмон сулҳу ободиву озодияй ин ҳамиш ҳазорон бор шукр ма ба фикри ҳеҷ кас кор надорам ин фикри шахсӣ май гуфти гапо ки худоро ҳазор бор шукр ки якумаш ҳами ки тинҷу оромай ин ҳамиш як бойгарияй дигаша ма намедонам ки чӣ фикр дора ин ҳамиш аз замин то осмона шукр давоҷа зиқ намешай не браҷон чӣ ба зиқ мешай хай барои хонавода бихоҳ нахоҳ яки мусофирӣ қинай не ки хай ҳеҷ ягон проблема надорам алҳамдулилла бисёрай ҳамиқа мегӯй браҷон худоя нигаҳбон боша ҳамиқа мегӯй ман розиам конечно прикинь
یا الله شکرانت. در اینجا یک فیرمای جانسان میگن که اونجا در کار میکنن. من خلوان شویده در همینجا کو با خدا قسم میگم همین ترکیه در مثال همین جای کارم دار گفتی گپا که همش ترک هست، همین چند قدر کارگری باشه همش ترکن، یا توجیک بانشون در مایم. مقصد هر یک قدمی که میزنم حرکت میکنم که خیلی از یک کاری بد میکنی یک چی میکنی پگه نمیگن که نه او بابا جان ای خیلی بد، میگن ای توجیک بدن اینومی یک مشیده ویس توجیک چی میشوه. اگر رفتارت خوب باشه وقت چکنی تو علاکه در همی سیمای تو ملت تا میبینن ملت برای که جا توجیک بهت کمن او قدر نمیشناسن. مقصد رفتار مرا میبینن ملت بها میتن. فهمیدی؟ همی که جایی که برای مثال حرکت که یک کاری که پگه نامی ملت پس نزنی پگه او هیچ وقت نمیگه که نه ایجا بابا جان بود نه خیلی بود، میگه توجیک بود نه ای خیلی دام بود ای خیلی بود او خیلی بود. من همی هر یک گفتی گپو پیرویشک همی یکم قدم کوشش میکنم که خطاگی نکنم. مقصد هر یک خطاگی ما میتونه که آب روی ملت نشون تا در سیمای ما ملت ما میبینن ویست توجیکا نه که الحمدلله همه شرمت عزت میکنن. خدا را از او شکر بین ما و یگان تا یا یگان چی میگن کینه هم نیسته یگان چی نه با خدا قسم این همی خیلی همش قطیم سازن انشاءالله. خیلی دوی میپرسن که توجیکستان در کار نیسته، میگم الحمدلله کار بیس پرابلم همه پرای فابریکه زود هر چیزی بخوای هست. بعد میگه چی با کار میگم معاش اوجا 500 دلاره خیلی شما در 800 دلاره. مقصد ما در معاش 500 دلاره برای همین اینجا اومدم. خیلی هست نفری که میگه ای توجیکستان در 100 دلار معاش، لیکن مقصد خیلی گرچنده دروغگو هم بشین میگم اونجا در واقع معاش 500 دلاره شما در 800 دلار 1000 دلاره برای همین اینجا میون ما در 500 دلاره معاش کراچ 5000 سومون هکی شهر نیسته. بعد دیگه راست نامی وطن خدمه ایجاد چی میکنم خیلی 500 دلار هم نرمانی بگیم قدرش پاس نمیکنن ترکیه دن 500 دلار کار پرای هیچ وقت نمیگم که معاش 100 دلاره معاش نه قدره برای که او خیلی او بروی وطن خدمه پاس میزنم. مقصد کدومش بپرسم میگم او خدا را شکر کار بیست پرابلم ای فابریکه زواد لوبوی چی داریم معاش 500 دلار 600 دلار خیلی میگم اشما 800 دلار 1000 دلار هم خیلی با 200 300 دلار فرق میکنه. ما اینجا اومدیم. سلام که بیزارش مختون روان کده میتونیم نه راستی گپ ایجا ویزا نه ایجا باید ما پریگلشنی روی کنم یعنی دعوتنامه روی کنم او کارخانه ها روی میکنم من نمیتونم او یگان کارخانه روی میکنم یگان رئیس کارخانه بعد وقتی تی ایجا میای ای برای تی شیده هر مو نمیدونم چند قدر سون هر مو چی میسپوره نامش چی بود اینامی تو کراچی سون میسپوره در
حسابی دولت چون سوم میسپره برای همین هر کارخانه تدا приглашение چی نمیکنه روا نمیکنه. من خودم همین قدم بوده و کدام همین جای کار نتونستم راستش بگم همین приглашение برای ویزای کاری. من خودم ویزای توریستی اومدگیم آدمی که بگیم زیاد گشتگی همینجا با ویزای توریستی موزی حضرت آدم علیه السلام در اگیپت کنش نبرد فریدون سلیمو کجا نویسوندی برات باز بکو بولو را بینم فریدون این افرین سلام علیکم یک زن هستم فرام چی؟ تنظیم از شما دلم یک التماس میخواهم ترسیه روم کار کنی با بودم که التماس نگه که اپا جایی خیلی گفته من ندیدم اسمس نه دیدم اپا. خب یک چیز تون میگم که ما داداش بچه ها بگه مردکم رو جا دورم ما یگان چه برای کار وعده داده نتونستم تنبولی زنک ده ما یا دختر یا شده ما هیچ وقت بگیم وعده داده نمیتونم برای کار برای که پیش یک کس فیروت کردن تا اول یکم درجه جای خو را بیوی جای خو دیم بعد جای کار شد برای که اصلا چیز جای خوه و جای کار لبوی خیلی میوی ما کیملیک یعنی پاتنت میگن روسیه ده ما کیملیک ندارم که یگان کوارتیر بگیرم بیارم تاجیکو را جمع کنیم یک تا برای دخترها بگیریم یک تا برای بچه کارشون بیارم کار بیفتم پرابلم نیست کوارتیرشون پرابلم میشه من ندارم کیملیک ما غیر زگرم پاسپورتی چی ندارم اینجا همین رنگ شهروندی همیجا وری میگردم بگم من ندارم این خیلی کیملیک. شانوز السلام علیکم السلام اپای شانوز خب برادر ترکو ای تاجیکستان ازبکستان قرقیزستان خبر زنده باشی برات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام برات علیکم السلام راست و بسیار میخوام روم آدم نیفتیستم برای ویزا تمام اپا جان بنویسون واتساپی ما ده بنویسون ما نومروی آدم میتونم انشاءالله که امو ویزای مرا تغری کگیه و خواستی الله میگینه که یک چیز بگمت که ما برای کار وعده داده نمیتونم برای ویزا لوبویت تا اردام میتونم لوبویت تا که آدمی اون که ویزاتون تیار میکنه نه که من یگان دیرم در کار نیست پروسه برای الله یاردمتون میکنم که بیاین همینجا یک زندگیتون پیش برین نه برای کار پیش که بگم هیچ کار وعده نمیتم اول جای کارتون خطون انیق بیاین کوشش کنین که یک کس وقتی فیراتون میکنن اول بدونین بشناسین آدم بگین پاسپورت چه صورت بگیره رویتون کنه خودش خطی ویدیویی زفگاب زد سکرین شاتش که یا یگان زد سکرانش که برای احتیاطی بعد تو را باور که برای که خدانات است به حد بسیاره مثلا میگه که ما ویزا تا تغری میکنم میخیزی میوی ما در این قسم پارتو کارت حالای می پارتوی و الله قسم پانی چور نید میکنه احتیاط باشین همی چیز تو دارم چند سال میشه اوجده خب اپا ما راستی گب یا برو من 10 سال ایستادم رفتم تاجیکستان با این اومدم انشاءالله که با هم خیلی نیت دارم نمیدونم خیلی الله چند قیس صبرم بده کراچی 1 سال زیاد ایستادنیم قریب 3 ماه شد همینجا دایم خب بگیم که یک 9 ماهیگه بوری باید توقت کنیم 1 سال که
خیلی بگم 1 سال زیاد استودانی اما کم نه 1.5 2 سال کارچی کوتاهی گپ ترکا تش برا خیلی همون واتساپی ما دامی گلاون یوتیوب میدرویم نوز نشون داد دبل مای کامپیوتر چخیل میدرویم همون جا سیلکای چی میگم واتساپ ما است میتونیم پریام ادرین واتساپی ما بدرویم خدا صبرتون تا برای ریکوردون آمین رحمت گرم نیست پا اینم نمیرم ده همه جا پره نمو در این کانالم بدروین نمو بلو دا چه کانال مایکو بابو جون میدیم میدروین نمو جا نمیرم هم نوشتگی هم سیلکای واتساپ موندگی های انشالله که برای ویزا ای دست میویا خیلی بو نفرای باشه که انا چی میگن طرف آلمان طرف گرمانیا نیتی رفتن داره برادرو کامو یا لایکی را بزنن اون نه همین لایک او برای نمی اکران تلفن تا اینه ده بورین همی خیلی بزن تیز ده بور بزن لایک ها کاروچی طرف آلمان کدومی در اینترس نباشه که چخیل بریم کورت ای کدوم سایت میوی چخیلی میکنی بسیار آدمو در اینترس نه بدونن چخیل طرزی رفتن شه ما سیلکا آخرین ویدیویی که در کانال یوتیوبم پارت افتم ولی بعد بدروین کانال ما خبر بگیرین امو ویدیو دا ما سیلکا شموندگیم آخرین ویدیو ما بینه سیلکا شموندگیم بدروین امو گروپ ای واتساپ ای بدروین امو جا چی میکنه همش هم میفهمونه چخیل گرمانیا میو او دو در گرمانیا دوزی خودش خب شانوزه کارکنی نمیروه شوکنی میروه نه ندارم اونجا یگان شناس یا کوریانی قاقه درست و نقشه کشیدم امی خیلی مسئولیت کی شده است میدون اختم نه یکی خیلی میفهمم ما هم نیبا ما بدونم که نیتری یگان شمیگن اگینست و رابط یگان شناس همی ترکا داشته باشم که ای کار تامین کده بتونم ما بی پرابلم لبوی کسی رو دعوت میکنم نه که اول ما قطعی اگون تش گاب زگی نیست مثال همکاری ندارم که دعوت کنم خب سلام علیکم علیکم سلام برات چیگه پیجا اینجا چق خود برای همی یوروپا و ترکیه و لبوی جو کار کرو چی خالد روسیه ما رفتنی نیستم شنازه بسیار شکر پرسیدسته kim شعزو کن در گرمانیا خود تا کنون کن این همین موکی شو عزیزم همی خود توزی همی گفت دا مدن نویسون لیسه براد من نفهمیدم همی برادر امیر آمد بنویست مده نوشتی سهمی گپورا ای کن ما در گرمانیایم خطا کنو نکن ای بای تو در لاتویایی ای ردنی همی چیزو را مده نوشتی سیبرات کو بنویست ایره یک جوران نوشته نیه که برادر جون ما بگذار چیزی کدمی تقرار میکنین نمیکنین ما تکرار با تکرار میگم ما والله قسم نمیفرم هیچ کس اقرات کدام نمیفره چیزی که بگی نگین برادر این آمد نگه که ما یکمش لاتویه دانستم براد ما در ترکیه ایم اینه ما در ترکیه ایم براد ما لاتویه دانستم گرمانیا در دودار مای 3 سال میشه در گرمانیا نمیوزی گرمانیا دای آدمو را همی خیلی چی میکنن چی میگن کار بور همی خیلی
کوشش میکنه تاجیکا بسیار بروانه کار کنن همونجا. نه خیلی که من نمیدونم کدام هیچ چیز میگه نمیگه، توکلش به علای مهربونه. خیلی گفتی گپا که نه صد برات اما توریه انشاءالله که این گپ مقصد میدونم این کلمه بیزاره کسی وقتی مثال کن میگوی کلمه یعنی تو آدم با همون کن برابر میکنی. نه گرچنده گپی قبه هم باشه گفتی گپا که ولی بعضی آدم هسته که این گپ همه نویسونش ای ما پیش میام چی کارت میکنم ای دیگه تمام گفتی گپا که هم ای پشتی اکران چی حل میشود هیچی. این ای پشتی اکران هیچی حل نمیشود، فقط صبر میکنی چیزی باشه. اوز آخه اپا جان ما به خدا نمیفهم، ما همه افیر ده یکی آدم را پیوست کردن یا که کلوچ مونده اوز به کو میفهمی چی خیلی میکنی ما به خدا قسم نمیفهم. اوز به زکیفیت سوپشنیا پوژالوایت یا udaliti دیست یا نه کاناله با فکرم همیه نزنه مدیراتور این مدیراتور هم نباشه با یکی اوز به ویدیشی مدیراتور اگر خطا نکنم شاید همی باشه کو اپای شهناز کو بنویسونین. خب کامنت های که ندیدم دولا جان کلوچم ته اکم او دمی گفتنیتون باورنوکای برای ویزا دادن نیگه کافا جان یکمش که اومده یگان خش تبور نیست پیش اکی بگومد ما یگان شناسم هم نبود پروست او را مرا یک اکای گه امی ترکیه ده بود امون نومرو شدود ما خچی گپ زدم رفتم با پیشه دیدمش تیلو انسان بود به خدا. من راستی گپ خیلی بگم ما همو آدم چند ویدیو دارم رکلام کردیم والله قسم خدا شاهده من یگان سومش نگرفتم پروست برای الله ما امرا چی میگن رکلامش کردیم به یگان چی یک دیمش که با او خاطری که همی آدم ها بیاین کار کنن سوی بیان اولانان شون به خدا قسم نامیروی همو اکره به یگان سوم به یگان رکلامه کاری مرا این بود که ما مقصد خدمت شگرف و مردک مهنت میکنه زندگی دوره من روز شب بگم ما او را پروست همی خیلی امی آدم ها بیاین سوی بیان اولانان شون ما در سومی در کار نیست مثال بگمت که ما مثال و اکه یگان چی من است که چی کنه که دیمش که ما باور دارم که او فریب هم نمیکنه برای که بسیار آدم کارشون بود چیدگیه خدا رش کنیم چند کسی روی کم کارش بود چیده انشاءالله که خیلی انسان است تیلو انسان است. به خدا ما همو یک هفته در ویزم تیار شد همو یک هفته وری بگن در روز قطعی همو بدیم اگر خطا نکنم ای پیش همی خیل انسان خوب بچه خوب بود به خدا ولی که چند سمای ولی که شاید 500-600 دلار که سر میشه تو 1200-1300 دلار کارم هست در گجوی گرمانیای راست چه بگم نمیدونم برلین ده یا دیگه طرف شده هامبورگ ده یک جوده به خدا قسم انیق شنم خیلی بدونی که او گرمانی هم کلون های اگر خطا نکنم طرف همی برلین ده اگر خطا نکنم برات برادر کسوی داشتن می نویسن روزی تلخ سیاه دارن نه خیلی یک چیزه برا جون ما اهمیت دادگیم وقتی که بعضی آدم در قره در روزگاه یک چی نویسند که ای نمیتی فلانت کنم ما گفتم برا جون هزار آمد دیگه یکون گپش نگفتم مقصد همون خطاگیش فهمیده نوشتگیش کور کرده بخشش نویسون برای که من یکون خانواده او را لذت نکردم همون میفهمیدگی به سر زودالیت کرده بخشش چی کرد من گفتم تغریه برات نیگه که برات یک چیزایی که
وقتی همونجا ناموس آدم معلوم میشه وقتی که یگون گپی بیزه بد میگه تا اتویتی برادرانش میتی با ناموس باشه میفهمه همو بگیم که ای کارش پیشمون میشه نه که به ناموس که باشه او با نوشتن میگیره به ناموسش نه که توکل کدوم چیزی میگه نمیگه الله گفتی گپا کارش ندارم من سمیرا خون تو رام شکنی چی میگم کی تو مزد در جویش خیلی خیلی رحمت و بزرگ برای کلوچ زنده باشی اپا دالی میرا لازم یا الله فقط حرکت کنه همین بین اختون شوخی کنین التماس بین اختون شوخی کنه اگون گپ نتای گپوی بزم نروه قرات چی دیگهش بخیر شوخی بخوی همین آدم با شوخی گفتی گپو که سلامتش خوب میشه و با شوخی و خنده همین حرکت کنه اگون بینتون جنگ قرات کنگ نشود تمام همه وقت آدم شوخ باید شوخی بردار باشه آدمی هست که خود شوخی میکنه یک شوخیش کنی قهرش میکنه آدمی هست که قهرش نمیکنه خودش که شوخی لبوی خیلی شوخی چی میکنه برای همین بینتون نفهمایی نشوده خب بله شما بگوزم یا چونتی اکم درتون نمیتونه ویزه دوده او دوداری ما در خود گرمانیه او خودش بیچوره چی میگن قاچاق میگن که خیلی غیر قانونی رفته که او چی خیلی شما در ویزه تیار میکنه گرمانیا تاجیکان اول فویز غیر قانونی میره اوجا اوجا ویزه روی کردن واپشه پرابلم های چرس شغلی اولی میره نمیدونسته $1000 از خود میکنی میگن انیق شما نمیدونم خودم کرچی سومی زیاد مصرف میکنی اکا یک سوال جواب تی برات Analiz برات ameliyatı پنجاه فوریز گرمانیا ترکوی میدونم همون دودارم میگه که ایجا زیاده ترکو ما ترکیه کار کنیم ترکیه گرمانیا میره و گرمانیا امریکا میره و حیات بین ای الله مهربان مردم افغانستان تاجیکستان میا کار کنیم رخون گرمانیا را کرد شمیره مرسیدس سیگاری قابل میزنه با خودش میره و برد او کنش نه کسی میره الله یا الله یا الله ساعت 11:25 افیره بکشیم برد تو پنو بخدو کنیم ساعت هم 12 شده سوی افیره بکشیم یا که یالی خواه نداریم با وقتونه نگیرم یا که چق چق کنیم اولی خب خالد رود قرود شما در اروپایین نه ما در ترکیه کروچی ترکیه 50% بگیم اروپا 50% ازیا اکا همه خالد یگان گپی سوز بگو مرا مزاق کنیز بی بچه بی بچه چیه؟ من شب تو خوش بابا جان سمیره من در پولشا لاتویا مالداویا شناس دارم والا
خالد برا خوب که یکی همی برادرم نمی خالد چی میگن دلبوی اویله چی میشوه کوی خیل یگان خلیگان میگن خیل ارکه میگن غم میته خونگیاشونه اکی در گروپ هم خیلی کراچی هم مرا باید غم بته ای ارکه همی گروپ های کراچی مرم کلوچ دین بعد خورن اکا چوتا بازی بود بخیلون بود شانو زدادی خیلی بیو خیلی سوختم ها بازی به خیلی کو بنویسون کو چی نوشتگیه شریفه کو بنویسون یا بور من گرمن سوال باشه بازی یا که جواب کیون اینا کدامید برای گرمانیا میپرسین یا ای برادر خودش در همون گرمانیا بوده من در ترکیه چیزی را که میدونم لبوی خیلی جوابتون میگم من گرمانیا عموما یگان سواد یگان چی نداره معلومات پرا ای ترکیه برزنی میشه و برای تجارت برات کنش نمیشه و برات چی بانی چرز کارگو ما 2020 بور روی کبدیم بعد شنبه را از 2025 الحمدلله 5 سال شده با انگزش از با یک چیزو یک چیوی بروماگه یکی 100% میشه و برات زیان میکردگیشه توکلش با خدا خولیگان نه پوک شریفه کلیوچ مبارک کلیوچ اکای مشوی چی با نمیخونی براتیشکا چی با نمیخونی براتیشکا چی را کو چی نویستوندگی شتا کش با خدا بخریدین کو چی نوشتگی من نفهمیدم بعضیت میگذارین میرین من نمیبینم خبه میزنه با خودش میره و برد ای الله مهربان رحمت زنده باشی رحمت برادر جان سامیرا پوک چیه فهمون پوک آدمی کلش خالی آدمی بیسته مودا پوک میگن که آدمی پوک اکی نمیدونی با کدوم مقصد گفت خب رکن چی نفهمیدم اکانشون چیریز ونگریا گرمانیا در اومدم بشود آسانه آی شریفه دورانباز امیره اگون که ترکیه رفتم میشونش باید کلیچه قطعی اکام تمام اینجا آمدی بعد یگان 10,000 لیره در کراچی یگان تشکیل 10,000 لیره 600 سوم تاجیکی میشوه پشتی کراچی 10,000 لیره در کراچی چی میکنه میشویمش همون 600 سوم تاجیکی میشوه او قی نیست من هم یک خرید کنی رفتنم در گفتی گپو 1000 سوم تاجیکی خرید میکنم 600 و یه طرف خب شبوی همتون خوش شب شما هم خوش اپا همون شب بخون براتشکا با خدا بازش میگذاره نمیدونم چی خیلی بجوی میره و بازش خدا در ترکیه شوفیوری برادر جون نه برات من شوفیور نه چی ما یک فیرمای جانسان میگن اونجا در کار میکنم جانسان شوفیور نیست خیلی خواندی
پان باشید خیر و خوش داره بره شما توجه خوب کنید یگان طور که نمود خوب ندرویم اکم الان نگهبان خوری نکه اینا بیکار نیختم سر هلگی نشنیم ایمارم با خانه برادر ما همین هیچ کرنه این من اخته خوندشتم فقط می نوشته ایمارم بخونه ایمارم بخونه بچون دیگه یکم چیگه نیست روزی بیست میرم شکرانت یا الله هر چی رنگی ما بوری بیخواب و بیکار بسیار بوده بخدا ما گفتم ولی افیر که اون کس میدره یا نمیدره امروز ما بوری اکی یوتیوب ما در این همه خفایده که هم برادران قطع میدرن همینجا یک کم صحبت میکنم با خیلی وقتم خشمش اگه بخدا شریفه ما میلا میدونستیم ترامپ نشنم خالد شاد خوش نظر و وقت قرآن چی نظر و وقت قرآن این براتون هم میدونم من یک لبامو کدومش دیدیستم خوندیستم من میدونی برات میگه همه شب بخون براتش کن همه تعالی نگهبان دوستان شما رو هم خدا نگهبان باشه همه کدومی نویسونده سه یک لب جواب دادیستم که برادر من نمیدونم میگه همه را بخون همه را نخوندیسته همه چکو من همه کدومی را دیدیستم یک لب جواب داده رفتیستم نمیدونم یه دیونه خیلی دیونه خوب نیست که شریف همه بگوی آدم خوبی نیست دخواه تو بگوی آدم بدرویم خدا منه جوانمر بکنه نگه وفیم شریفه را خواب بردوشه وفیم منطقه دیگه دهان واز منطقه خواب های خدای شکرانت برا خواب کن چشم خواب دارم چشمای من 24 ساعت خواب دارم برادر یه وقت خدا نگهبانتون چند سوال دادم جواب دادی رحمت شرینه زنده باشی برات جون خیلی با چیزی نفهمیدی واتساپ ما همه یوتیوبم دبدرو واتساپ ما هسته انشالله زیاده آدمایی که برادرایی که سوال میتن در واتساپ همچنین امکانیت دست مگی جواب شبو میدونستگی ما میتونم انشالله کدامید که شمیگن معلومات در کار باشه انا واتساپ ما در بنویسون میدونستگی ما بو جواب میتونم بخواستی الله
روسیه خلیج و شانوزه اویم همی جبده کو سفر خلیج نگاه داره آسیایی من رفتم ساعت چند شید؟ 11:36 یکم مایلی خیلی نویستندگی ساعت چند بود؟ 2:30 بود چند بود؟ Привет, таджики. Какого района? Шам. Шам. Алейкум салам, алейкум. Алейкум, алейкум, алейкум. Алейкум салам. Вай баноми алло, телефон ма як фоиз заряд таи. Короче, бародаро, паноаки ҳаматон ба худо, худоани нигҳбонтон боша, ба хости Аллоҳ пага. иншоалло ки пага вақтча бо эфир мекунам. خداوند نگهبانتون باشه. زره تلفن من 1% از میم برا. انشالله که باشوا پگاه افیر دهیم.